اینجا بریم ببین اف بی آی ببین نگاه کن ما رو شناخت خلاص. ببین وایسا ببین نگاه کن ببین دو تا راه داری یا بری اونجا ولی امکان برگشتن 10% باشه اسم منو بگو اسم منو بگو سی بی ام بگو سی بی ام بریم همونجا که من ویدیو واسه یوتیوب قشنگ‌تر دارم. آجی رو دیدی؟ مدیک اینم بیا بگیر این مدیکرم بگی مدیکرم بگی بگی سبج که سوروج اشتباه گفتی اسم شناخته بهت گفت امیر. خب خلاصش مدیک واقعا این مدیک درخواست عباس ملکو قبول کرده پشما. درخواست منو قبول کرده. من نمیتونم پیاده شم. راست خدایا من انداخت تو ماشین چی گرفتاری ده. خدایا خب بنازم فکر کنم دوستت افتاد خودش رو انداخت پایین. بگاه رفت بگاه نه بگاه نرفتن. یا از این ور. خب بذار نه از این ورم میشه همینی که هست. این کفش جدیده جردن 5 ها آره نه تا اصلا این خیلی اینا همش هماهنگ شده است کاملا هماهنگ شده قرار ببینیم. خوشحال شدم فکر کردم اف پی اس ای هستیم فقط ببریم. واقعا داری میبریمت. خب مهم نی این دوکی آوردیش اوکی دوکی تو با چی وقت اینجا چقدر او یکی هم اسکوت کنی اینم اسکوت کنی اینم اسکوت تلپورت شدستی آنه دستمو بی دوست داری نه بخورم بندازش پایین بندازش پایین از اونجا بندازیمشون پایین نه سرویس من تو نونو نمک هم دیگه خوردیم نونو شکر که نخوریم راست میگه اصلا چرا اینجایی واسه مدیکر اصلا چرا خب مدیکر رو آزاد کن منم بگیر خودش گفت منم بیار خب خودش بخواد آزاد بشی آقای مدی من یعنی چی بای کردم شیفت و جیت کنم بندازت پایین حال نه اون داره میره بریم با هم صحبت میکنیم مثلا داری هم چیکار میکنی؟ نمیدونم ببریمشون اونور پرتشون کنیم پایین خلاص بخورم بیا ما رو شناختم بیا گفتن چه ارگانیم بیا گفتن CIA آقا ما CIA مثل من CBM مثل من سولوج. خب دیگه خلاص بخورم فهمید شخصیت ما آره دیگه میشناسی خب وقتی میشناسی باید بگیری همین قانون میشه نزن کی رو میزنه؟ نزن مدیک میزنه دانی یه چیزی بگم دانی من اشتباهی اون دیوتی هم اپرام افتادی بس ببینم تو خریشون کجا رفت داره تو چیکار کنم شما دپوتی مکانیکی اترو بچه اون موقع که این دلغک خایمالی منو داخل مکانیکی کرد خفه شو هر دفعه بهش میگفتم میگفت نمیشد فلان نویسر خودش خایمالی دیگه آقا نه آخرا که وقتی بهم رنگ کد دادن شما از کجا منو شناخت بنده الان خب پرتش کنیم اف ای گوش کن بریم من صحبت کنیم نه باید تو ناموسن پرد نکن ناموسن بذار قشنگ ببین من بزنمش نه ببین گوش کن ببین یکیش از شماها میتونه زنده بمونه ولی خب ببین خودتون باید چیز کن ببین هر بجات بشینید اینجا بشین با هم ببین اول سرچ کنین گان اس داره این که آن دیوتیه نه باید گان داشته این که بنده خود تیزر داره اوکی خب ببین نگاه کن الان ببین بین دو تا تو مسابقه میذارین هر کی رفت اون پایین سخن آوردش برده بیا مسابقه محله است مگه لنگ خب نه ببین وایس ببین سوال میکنم ننداز به درد بخور خب ببین اول 2 علاوه 2 4 خب وایس آقا یه لحظه من یه سوال بپرسم بفرما آقا من چند ماه چند سال تو رو میشناسم زیاد فکر کنم 2 روز باشه آقا من شما رو چقدر میشناسم آقای نگاه به من گفت نگاه بگو وایت سوالتون رو بپرس گفتم شما من چقدر شما رو میشناسم نه خب ببین فهمیدم گوش کن اینطوری نگم داری من چه اینجوری سوال میپرسی گوش کن وایس حتما باید میگفتی نگاه نمیتونستی بگو نگاه ببین سوال دو گزینه‌ای میپرسم اگه درست باشه ببینید پادشاه هخامنشیان ساسانیان آمریکای جنوبی مکزیکو استغفراللهی کی بود نداشتی علیرضا سوجودی یا محمد رضا حسینی اصلا چجوری تو قاجار تو آمریکا چی میگی خب بگو بیارش بیرون یه ذره داره میترسه نمیتونه صحبت کنه بیارش خب الان یکی اومد
راست لوک میگه میداده لوک میداده درو لوک میدادی امام واسه لوکشی ندادم من گنگ نیستم بعد 3 آی به من که اصلا تو گنگ نیستم اسکول پره من بعد 3 ماه اومدم لوک میدادی ما بعد 3 ماه اومدم اسکول تو گنگ مثلا میگه من تو گنگم من چرا اینجوریم بلاد طرف آره دیدمش ببین طرفو میگیری میندازیمش پایین من اصلا تو گنگ نیستم مردی که اولا دانی لوک میدادی احمق من بعد 3 ماه اومدم تو نباید لوک میدادی چون لوک میداد تو لوک میدادی من ندادم به خدا من ندادم میگم من بعد چند اینجا نه کجا اومده یکیشونو اومدم پرت کنم پایین نشد از یه بار دیگه تستی برم پرت نکن خدا کی خدا آی چون منو زد نری پایین چپ و راست کن خودتو چپ و راست کن گل بگیر خلاص زد منو داشت چیز بده خلاص زد یعنی چی؟ الان چرا رز میدی آقای عدمی؟ شما چرا رز میدی؟ الان من مردم به خاطر که اومدم پایین به شما چیز بگم چرا خلاص چرا خلاص زدی؟ خلاص زدیم چون که شما لوک میدادی من که اصلا تو گنگ نیستم میخوای اصلا واسه اینم تو همین الان من دیدم چیز شدی مردی چجوری درست زنده شد خب ادمین اومد ریو داد بعد دوباره اونا ادمین میاد لیو میده خب ما هنوز زنده ایم شده ادامه داره اینا ریوایو تموم شد تموم نشده ادامه داره الان بعد یه دقیقه دیگه چیز میشه آقا میشه لطفا یه دقیقه فقط مونده اینم چیز ادامه داره چرا دو نفر بودن ادامه داره 70 دادیم بیا اسپک ببین 70 کیه نمیدونم چرا الان ریو زدین ریوایو میدی بچه ما رو ریو بده اینا تموم استراتیجی نمیاد والا افتاد داره میاد یا 11 20 ریف بده 12 صفر هم ریف بده ریو نده ادامه داره بابا با کی ادامه داره من باگم دارم راه میرم ولش کن چیز نکن بعد خلاصت میخورم چیکار کنم بشینم آره ایکسو بزن راست میگی خب حالا فکر کنم سرچ کنم چی گنگم نیستم اسلیپ بود چی بودون میخواستم استاشی اسپی نمیشه درنسم نمیزن اون ریوایو شد چی؟ امیر ریوایو شد کی؟ امیر همین پایین بود من باگم زامبی الان راه میرم برو سوار ماشین شو برو خودتو ریف بده سوار نمون شو برو ریف بده خودت اون عدی مگه نی بچه ها اسید مگه نیست بچه ها اسید سر همین نه تموم شد فایت وین کردیم 11 20 ریف بده اینا ریف بده بیا بالا ریف رنج بالاخره اینا کیه مثلا رفتم بالا دیدم هیچ کس تیرم نمیزنه فکرم تنهایی منو سرچ کرده طرف اصلا من برای چی باید رو زمین باشم وقتی سرچم کرده یه ثانیه باید میری بالا ما سرچ کنیم گانامو برداشته گان ندارم الان برای چی من باید مرده باشم آقای 917 آرپیتون تموم شد یا نه نه داداش تموم سرچ کرده یعنی تموم شد من سرچ شدم ریکورد بیا دروغ بدونشو بزن بیا ریکورد بزنم سرچ کرده گانامو برداشته بیا ریکورد بزنم سیاسشو بزن بیا سیاسشو بزن بیا دروغ الان کی گالی بزنید که الان چرا جلوت سرچ کرد بیا سفید یه دقیقه وایسا بیا سیاس دروغ بدونشو بزن داریم ساکت باشین داشت سرچ جلو ادمین اینو بزن ساکت باشی داره ادمین حرف میزنه ساکت باشی دوستان من میرم الان من میمیرم الان سرچ آقا 58 میلیون این خودیه اسکال وایس خودیه کی کدی در شفه کدیه آره بذار
یه خودیه بده جیبش 50 تومن این 1060 که بلند کنه ادمین کو یا درست دادم بینم کرده نه دروغ میگه بشین بریم بشین بریم ندارم آقا موتور میداری چی نداری شما؟ من ندیدم دوست دارد اگه عزیز میگم میدادم ریکورد دارم میگم این داره که بیا الان چرا این داره دست من میزنه؟ وایسا دروغ میگه دستش خورد دستش چی نیستش سفیکس برو نه هستش بی اف اتفاقا 400 بده وایس چیز اینو بزن عبیب پیاده شو بزن پیاده اینو شو بزن. پیاده شو بردم حاجی چیز سولوید رو دزدیدم مدل 2 پایین نسه چرا دزدیدی؟ آقا داشتم شوخی خیلی ممنون مایران بابا داشتم شوخی میکردم بابا یه بی اف 400 میده یه بی اف 400 اینو یه ریوایو بده اینو یه ریوایو بده دست چه خوش فیلمیم بزن بریشو کله بزن اوه آی دیگه بده اسپایسی چیه اسم آیسیم بذار بشوی اول من اسم آیسیمون دارم رو دنبالتون میگردم محمد چجایی محمد چجایی خوش نزنیم تو کله بهت میزنم اینجوری ولی دکمه سر چی بیارم همیستی ها از این کله من دهنم بهتایی سرش هم تو میشه بکنی گفتی 161 48 148 آه اون ونزدیه بودش میخواستم بهت نشون بدم دنس ونزدیه بیا با هم دیگه یه دفعه کله بزنیم کلش جرقه بزن بزنیم آقا برو اون بر دیگه آقا آماده یک دو دو بابا همه خراب کردن نه این چیه 148 148 8 داری نکن این ونزدیه نکن وایستا واسه الان چیز میکنم وایستا واسه این یکیش نکن آی دنس بیت مای هولنده باید کله میزنم هولنده یه چیز یاد دادیم ها حالا یه چیز یاد دادیم ها همه دارن سینا بعد سینا نخونیم یکی دو تا نقطه گذاشته به نام لیبرتی یک یا دو بده بشه هر جور ماشین بکشم یه بشین برو بریم بزن امکان نیست نش این های رنگی با نه نگیره بیا من راننده بشم بشینید بریم بیاید وایسا بشینید بیاید دیگه بابا اینا میرم بریم شما بریم کجا بریم کجا تو شهر خفگیری و لاکی بریم خفگیری آماده ای؟ نرم نه واسه تیزر دارم آماده نیست تیزر بهش نگردم میزنم همه رو دیگه خب فقط تیزر دارم من کمربند خود را فقط تیزر داری؟ آره با تیزر روش این بگیره نه برو ای گان شاپ میگیریم این چیه؟ این چیه؟ موزه یعنی از اون کارا؟ کشتنش بابا واسه برش دارم بتمن خودش میره واسه اوکیش که خدا برو می کمربند هم نمست کمربند خود را ببندید نه یه پر بیرون دمیج میخوری دمیج خورده بوده این من چیزی ندارم وایسا
آنه من دارم واسه حواسم بشو بزنش ای زدمش نه بعد زدمش من از تو شورت چی دست تو جیب شما میکنم اسلحه ها استنس رو هم برمیدارم بایشتش نه ترکیب دمش گرم بزدمش خیلی بد زدمش میکرو کشیدی شانسو گرفت خودش دیگه یکی داره دیسکوردمو پاره میکنه کمربند خود را با اسنس میزنم بدی من با کمربند خود را ببندید. من با اسنس کجا چی تو نقشه آینده شد این بنده خدا رو کشتن نه چی تو جیبش تو بدش بزن بغل اینو بزن همین یه نفر توش بزن بغل داشت نمیداری بغل بودو دیگه یه دادم بدن بغل برادر بزنش دیگه گاگول بابا یارو یه رو به جلوته کمربند خود را ببندید. بزنش نهاش میگه الان میگه زدم بغل رو نگاه کن میبینی چی گفت نه دارم ریپورت میده ماتکس بود اینا داره ریپورت میده 10 بار دارم میگم بزن بغل نزن ایواله یه وایسا چه شانس من دست تو جیب شما میکنم این چیه؟ همه جای بگیرین بچه‌شون دارن میان چی؟ صدا تو خوب نمیاد بخورم ولی باش چی گیری؟ نمیفهم چی گفت چی؟ وای حاجی یارو 102 میلیون چی میگی بابا؟ چی میگی؟ محمد نشده سریع بیا دم چی؟ سریع بیا دم این پانده مکانیکی این بغل باش میاد گاناش هست توه؟ بی پنجاش هست توه؟ هست منه بی پنجاش بده من او بار برگه تیراندازی بودو بی پنجاشو بده کده دو اینجاست پنجاشو باید بیا بستا بی پنجاشو باید بیا بندازم زمین سر بردار گوش تیر نداره بیا بریم نزنش دست تو بگی بالا دست بالا محمد بله بغلمون چی؟ فقط بپیش از اینجا بریم بپیش اصلا کاری نداشته باش که مثلا با هم بریم جایی بپیش از اینجا کلم بریم کس خود چیز اسیده یعنی خود خری نشد تو جیب این برمیداری آشقا بیه چه خبرها سینا بچه بر یا خدا
بیاین بچه ها یکی پیپنجه اینو یه 2 دقیقه اینجا برداشت دیگه هیچی نداره اسموک 2 دقیقه اینجا وایس از اون بردارم میزنه پیپنجه سینا داره سینا داره میزنه همون بودش بگم همون بودش کوشی یعنی اینا چند همین ماشین توی دندکان دقیقا رد شدی من نبودم این برای کوچه دقیقا توشم دانی تو کوچم آیناش این زمین تو عقب اگه زودتر میدازم میرسی زیر زمین یه زامبی شده آنه نشده بره ای توفت او پیاده شد؟ نه رفت اصلا منطقه انسی زدی آره الان دیگه نمیتونم چیزی کاری کنم اسکار اون بیرون انسی راستی دست خالی بره گفتم داداش بدار تو باش ولی خفته بکن گفتم شهر 20 سال یه ماشین گنگه اونجاست بیا امیر اومد تو نبینه تا دیدم اومد دقیقا کنار هم رد شدیم این تویی؟ این تویی نیستی بابا همین دقیقا کنار هم رد شد به تنشم خوردم بی پایین نکنم تو بی پایین کجایی؟ سوار ماشینه اید؟ 2 نفره اومد چیز بودی که ریپورت نکرده بودم از اون موقع که مرده بودم باش فایته؟ اینو بگی؟ نوغلشو بده یکی ها چتم باز نمیشه برو بقید سید بزن بقید خوش میدو بزن بقید دستشو ببر بالا بشه پیادش من گونه فشار بخور بیا گوه ندارم بخوای بگیری بیا حالا آباد دست حالا داشت اوکی همه چی حل آقای صادق آقا بلیش چرا دستبندش میزنی؟ گوه در وسط ندارم میشه بی تربیتی کرده ولش کن ولش کن دانی ولش کن گوه در وسط ندارم اصلا چیزی نگفت بس که بیکاره دیگه کجلو پارکینگ هیچی به تو نگفتیم ریکوردش هم دارم میتونم سیرس بچه هاتونم بزنم گفتم چیزا رو ندارم آره داداش ریپورت بده آره من عربی حرف زدم ریپورت بده من ریکورد بچه هاتونم رو بذارم مشکل داری ریپورت بده چرا دست نزدی؟ مشکل داری ریپورت بده باشه دارم میگم من اصلا انگلیسی هم حرف میزنم چرا فشار میخوره ریپورت بده ریپورت داری سیرس بچه هاتون هم میخوره سیرس بچه هاتون هم میخوره بشین آقا بشینید بابا ولش کن این بنده خدا رو بنده بیرون بسا آقا